برنامه بهتر کردن سطح خوانشی کودکان در تاجیکستان نتیجه داده است. در چهارچوب برنامه بیشتر از 17,000 آموزگار شیوه های معاصر تعلیم از جمله برنامه ریزی درس، تشویق درست کودکان به خوانش را آموختند. بیشتر از 250,000 دستور تعلیمی و کتاب نیز با زبان‌های روسی و تاجیکی نشر کردند. برای آموزگاران موادهای نوی تعلیمی تهیه کرده شدند که ما از این موادهای تعلیمی امکانیت دادند که آموزگاران مستقلانه آموزش نموده آنها در روند فعالیت کسبی خودشان از این اصول و از این متدها استفاده برند. در چهارچوب برنامه آژانسی رشد بین المللی امریکا نه فقط سطح تعلیم در مکتب‌ها را بهتر کردند، بلکه برای کودکان اردوگاه و تئاترهای سیار تشکیل نمودند. امیدوارم این همه برای آماده کردن نسل آینده شاگردان و استادان، معلمان و مهندسان برای تاجیکستان زمینه قوی می‌گذارد. بالا بردن سطح تعلیم در تاجیکستان یکی از اولویت‌های کار آژانسی رشد بین المللی امریکا است. برای اجرای برنامه بیشتر از 10 میلیون دلار خرج کردند. عین زمان در کشور چند برنامه دیگر برای بالا بردن سطح تعلیم و دستگیری مکتب‌ها در روستاهای دوردست اجرا می‌کنند.